امنیت به این نیست که نصف شب بمباران نشی. این یعنی جنگ نیست. عدم امنیت یعنی پسنداز چند ساله برای خرید خونه و موقع خرید قیمت خونه 100% افزایش پیدا کرده باشه. عدم امنیت یعنی تا صبح 10 بار به ماشین و درب خونت سرک میکشی تا مبادا سرقت کنن. عدم امنیت یعنی نمیتونی ازدواج کنی تا مبادا فردا در مخارج زندگی مشکل داشته باشی. عدم امنیت یعنی با شروع ماه مهر استرس لباس و لوازم تحریر بچه ها تو بگیری. عدم امنیت یعنی به مسافرت راحت نمیتونی بری تا پسندازت تموم نشه. عدم امنیت یعنی نرخ سکه و تورم امروز و فردات مشخص نیست. نرخ دلار امروز و فردات مشخص نیست. عدم امنیت یعنی نمیدونی فردا سر کار خواهی بود یا نه. عدم امنیت